حالا چه متوکل خواه مرچ افغانی مرچ افغانی نیست که ما در لغت عربی حلاوه میگیم. حلاوه افغانی یعنی عسل افغانی. شیرین. بیری افغانی. چی بگم دیگه؟ چاکلت مینو. این از اگر خنده مالی متوکل از نهی کسه ده بشه. حالا ببینید چه کنه بود از سیدی های خود کار. براجع الصدى لك الحمد إني حزين حزين وجرحي ينادي فؤادي بليل السكون بدمع العيون براجع الصدى لك الحمد إني حزين حزين وجرحي ينادي فؤادي بليل السكون بدمع